خب دور تا دور این قاب ها رو ما گلای پروانه کوچولو ترسیم میکنیم. اینکه چه رنگی باشه بستگی به ذوق و سلیقه خودتون داره. من یه دونه‌شون ترسیم میکنم، شما ببینید. ما اینجا جامون در این قاب خیلی کوچیک هست. و به این صورت ترسیم میکنم. این یه گل پروانه خیلی کوچیک، دیگه بیشتر از این هم دست ما باز نیست. تمام این قاب ها رو ترسیم میکنم.